السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسیاری برادران عزیز، الله سبحانه وتعالى در اینجا مکانی که هستیم خدا موفق تا بگردانه و به اینجا بیاین. الله سبحانه وتعالى دعای ما را اجابت کنه. هر انسانی که بیمار است الله شفای کامل عاجلشان عطا کنه. هر انسانی که به شوهر است، به زن است، به فرزند است الله نصیبشون بگردانه. برای حج رفتن، حج آمدن میتونید که رقم ها روی اکران ان شاء الله که زنگ بزنین، ویدیو رو تا آخر تماشا کنید، ببینید چقدر منظر زیبا خانه خدا جایی است که دعا اجابت میشود. الله هر یک از ما و شما را موفق بگردانه و میسر بگردانه به اینجا مکان مقدس بیاییم. الله هیچگاه ما را محروم مگردانه ای خانه خودش. پروردگار هیچگاه ما را محروم مگردانه ای عبادت خودت. همیشه با عبادت الله باشیم. این خیلی لازم با طرف صفا و مروه میریم ان شاء الله. در اینجا زیاد سیانکا ممکن کردن نیست. الله اولش بیمارا را شفای کامل عاجل عطا فرماید. بیمارا به نهایت نیازمند هستند. الله سبحانه تعالی ساحرا را، جادوگرا را توفیق بندگی عطا بفرماید اگر سزاوار توفیق هدایت باشند، و اگر نه الله خار ذلیل کنه، نیست نابود کنه اون جادوگرا و اون ساحرا و اون بدبخت های ظالمایی که ظلم میکنن برای انسان ها. الله سبحانه تعالی توفیق بندگی را براتون عطا کنه و رزق و رزق حلال و عمل هایی که نزد پروردگار قبول میشن اونها را برای هر یک از ما و شما نصیب بگردانه. تا دیدار دیگه الله هیچگاه ما را محروم مکن که هر سال سه مرتبه به خانه خودت بیاییم. والله که وقتی که از اینجا میریم مثل که دل ما کنده میگیره، نیمی دل ما میکنه میگیره. به نهایت ذکر شده استیم که از اینجا ما میریم. الله ما را هیچگاه محروم مکن. لا اله الا الله. اللهم انك عفو کریم.